السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران و دوستان عزیز. امروز میخواهم بحر شما یک موضوع رو آغاز کنم. موضوع جالب است، در کاری هست و برادران غریب مراجعت میکنم. همچه یک برادر غمخوار، همچه یک برادر دلسوز مراجعت میکنم. و پیش از آغاز صحبت از همه شما دوستان عزیز معذرت خواهی میکنم. شاید در دوام صحبت از ما خطاگی رخ بدهد و امروز یک مسئله داغ روز است در زندگی ما و شما دیده می شود و دوستان عزیز از همه شما خواهش میکنم که نوار را تا آخر گوش کنید و با دوستان و عزیزان خود بفرستید. این نوار شاید به شما در کاری نباشد و برای شما مهم نباشد و برای یک برادر یا خواهر میفرستید در کاری مهم باشد و در ثواب اون شما هم شریک میشه انشاءالله. از خدا امید دارم. و امروز میخوام مراجعت به همون برادران غریب کنم که امروزه در ملک غریبی از برای رزق حلال از وطن بیرون میشوند و سراغ از زن و فرزند خود نمیکنند، زن و فرزند خود را فراموش میکنند. شاید بعضیاش آمده در اینجا زن بگیرند، شاید بعضیاش آمده در اینجا کارهای حرام کنند و زن و فرزند خود را سراغ نمیکنند. و یک نقطه مهم است برادران اهل اسلام، پیش از این که میخواهید عائله برپا کنید، از همه شما خواهش میکنم که اول روش زندگی را یاد بگیرید. انسان وقتی که صاحب زن میشود، صاحب فرزند میشود، نفقه زن و فرزند رساندن این فرض است. برادران فراموش نکنید وقتی زن میگیرید، فرزند خداوند صاحب فرزنددارتون میکند، اونها را کنار گذاری میکنید، اونها به یک مشکلی، به یک درد و غم زندگی را پیش میبرند. خداوند بنده را بریس نمیموند. لکن یک چیزی از فراموش نکنید برادران عزیز که وقتی که به یک مشقت فرزند شما کلون می شود و زن و فرزندای شما در بدر می شود، این هم در نزد خداوند بسیار جوابگری و وزمین دارد. و یک برادر وقتی کلون سال هسته او را سرزنش کردم که با پدر خود نفقش نمی رسونی، پدر خود را چرا نگهبین نمی کنی؟ او با من در جواب گشت و گفت برادر، وقتی ما خردسال بودیم پدر ما را در بیرون گذاشت، پدر ما را نفقه ما نرسون، پدر ما را نگهبون که نکرد، ما عذاب کشیدیم، ما بی سواد کلون شدم. گفت امروز با پدر خود توجه نمیکنم، بگذار که مثل من عذاب کشد. همون برادر به من همین جواب گفت. به همین خاطر برادران عزیز، اون زنی را که میگیری وقتی کنار گذاری میکنید کوچگرد میشود، بیروحه میشود، در گناه او هم شما شریک هستید. این را فراموش نکنید. و فرزنددار میشید، فرزنددار را کنار میگذارید، به تعلیم و به تربیت در اونجا میگذارید، در اینجا 2 سال و 3 سال و بعضی ها 5 سال میسید، یاد از فرزندان هم میکنید. روز از روزها شما هم پیر سال میشید و میرید به وطن، میرید فرزندان خود کلان میکنید، لکن فراموش نکنید که در سن پیران سالی اون فرزندا شما را احترام نمیکنند. این را فراموش نکنید. فرزندا به شما توجه نمیکنند، بعدا شما شکایت میکنید پیش اهل علما که فرزندا ما را حرمت نمیکنند. به چه خاطر؟ به خاطر که اون وقتی خردسال بود شما اون را تربیه نکردید، وقتی که اونها کودک بدن شما نفقه اونها را نرسوندید. سخن پیامبر و تمام پیغمبرها همین است که کما تدین و تدان، هر چی معامله که او را منتظر شد. در وقتی زن تربیه نکردی، فرزندا را تربیه نکردی، نفقه اونها را به طریق خوبی نرسوندی، از فرزنداتون میبینید برادران عزیز. این را فراموش نکنید. در اینجا وقتی شما معیشت میکنه، میخره، میگرده، اونجا فرزندا به تربیه میموند. شما چند سال میسه اینجا دلگیر میشه، در بدر میشه،
عاقبت میره همون زن و فرزند شما را نگاه میکنه، هیچ که به داد شما نمیرسه. شما از دعای یک برادر در حق تو یک عالم اگر دعا کند این قمه ترسی، از دعای پیامبر تو بترسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به درگاه پروردگار دعا کرد، گفت یا الله من حق دو کسا فردای قیامت از تو طلب دارم یا الله. صحابه ترسیدن، گفتن یا رسول الله او دو کس کی باشد؟ پیامبر گفت المرأة و الیتیم، حق زن و حق یتیم است. خدایا هر کسی که حق زن پایمال میکنه، نفقه زن نمیرسونه، به زن احترام نمیگذاره، خدایا من حق او را، اون جوانی که اون زن پایمال میکنه حقشه، خدایا من دعا میکنم که او را فردای روز قیامت عذاب سرش بریزم. و دیگه کسی که حق یتیم، بعضی ها هستن که 1 سال 2 سال زندگی میکنن، صاحب 1 فرزند 2 فرزند میشن، زن طلاق میکنن، اون زن در بدر میشه، اون گولک ها یتیم میشه، اون گودک ها در کوچه بی صاحب میمونن. به همین خاطر دوستان عزیز، همچی یک برادر غمخوار میگم، یگام نیتی بد، یگام مغرضانه این گپ نمیزنم، همچی یک برادر غمخوار به همه شما مراجعت میکنم که نسبت به عائله خود، نسبت به زن و فرزندان خود بسیار هوشیار باشید، بسیار زیرک باشید. اونها را